یه چیز غیر قابل پخش خودتون خواستین وقتی میخوان سفر برین استغفار کنین. یه بار من یادم رفت استغفار بگم. اولین کسی که وارد کوپه شد کاش یادم میاد اونجا یه دیوونه اومد با پدرش گیر داد به من، گفت میخوام همونجوری که این سید نشسته بشینم. یک آقای دیگه اومد تو جوری این هیکل داشت که از این در به سختی آمد تو. این آمد نشست و گفت که آقا من یک بیماری دارم حاج آقا، همین اول بگم که من معدم نفخ داره. آخه یعنی هر یک رو از من صدا میاد. شما دیگه اینو ببخشین به بزرگواری خودت. در واقع منظورش بود که صدا داخلیه. نه خیر، خارج میشد صدا میاد. آقا این اینقدر راستگو بود که گفت هر یه ربع ساعت این صدا میاد دقیقه‌ای تخلف نمیکرد. هر دفعه هم که این صدا میومد اون بالا رفته بود این صدا میاد این دیوونه میخندید و دست میزد تشویق میکرد. من بین این دوتا افتاده بودم میخواستم بخوابم که فردا به امتحان برسم. این صدا میومد اینم بلند میامد دیوونه بود دیگه، میخندید بلند و دست میزد به این صدا. گفتم آقا این گوشامو گرفتم بالش گذاشتم که هر جور شده تحمل کنم. دیدم که آقا دود سیگار پیچید اینجا. خب به خدا تو کوپه قطار سیگار میکشه. نگاه کردم بابا همین دیوونه است. سیگار روشن کرده فوت میکنه بالا. میگم آقا جان تو کوپه جای کارا. گفتم عمو جان توی کوپه کسی سیگار میکشه؟ گفت حاج آقا ما برای خود تو داریم کار میکنیم، میخوام خنثی کنه اینجا یه خورده هوا عوض بشه. تا مشهد هر یک رو این مینواخت و این تشویق میکرد اون خنثی میکرد.